پیامبر حدیثی درباره تجار فرموده، گفته تاجر بداند که روز قیامت زیر سایه چتری است که فقیر بر سر تاجر قرار داده. ولی ما فکر می‌کنیم که اگه 10 تومن به فقیری دادیم باید تا آخر عمر فقیر چاپلوسی ما بکنه. یه چیز طلبکارم هستیم، رد شد جواب سلام ما نداد، سلام به ما نکرد. ولی پیامبر و فرهنگ ما چیز دیگه میگه فقیر تاجر باید التماس فقیر بکنه تا فقیر صدقه ازش بده، ازش بگیره تا این مبارک بشه و روز قیامت یه چتری رو سرش بزنن، سایه رو سرش بذارن. پس چتری که روی سر توست در دنیا و آخرت اون چتری است که فقیر رو سر تو گذاشته. اگه صدقت دست تحویل نمیگیره رو دستت میموند. حالا کی باید دنبال کی بیفته؟ چرا فرهنگا رو تبدیل کردیم؟ شما که خدا به داده چرا درنگ میکنید؟ تو اسراف کردن درنگ نمیکنید، تو خرج کردن در جایی که مندگاره درنگ میکنید. اونایی که دست تو جیب مردم میکنن خیلی زیادن که پول خیر در بیارن تو جیب مردم، ولی اونایی که دست تو جیب خودشون میکنن چقدرن؟ خداوند کسانی رو دوست داره که اول دست تو جیب خودشون میکنن. از مال خلیفه بخشیدن چه دردی از درد تو رو دوا میکنه.